خب بابا جان حاضر اکثریت جوان ها بازی پبجی میکنن، همان رو بازی میکنن. آیا همین بازی حلال است یا حرام؟ یعنی پبجی گفتگی بازی بوده است. اصلا من برادرای عزیز اکو اینترنت قطعی بسیار سرکار دارم با معنایی که من تمامی چیزی نافهمیم و تمامی موضوع ها و قرآن و حدیث و مثلا درباره هر یک شخصیت هایی که وقتی میخوام معلومات بگیرم برای من اینترنت بسیار لازمه. من اینترنتی 24 ساعته دارم. من با اینترنت خیلی مثال سر کار دارم، لیکن الحمدلله رب العالمین فقط و فقط معلومات هایی که برای خودم در کار علمی همونها را من میگیرم، ولی یگان اخباراش هم میخوانم. ولی در این مسئله هایی که شما میگین با یگان بازی من بازی کرده نمیتونم و اصلا هم نتونم. من برای من لازم هم نیست. من این خیلی وقتی زیادی ندارم که مقصد وقت ما در بازی بگذرانم. من اگر وقت بیام یگان ساعت خواب میکنم. ببینید، زیرا که اکثری وقتی ما با همین کتاب ها و مطالعه و با همین میگذره، به همین خاطر وقتای خالگی مونم و یک کم ترک سر مونمانیم جانمون بدمه راحت کنیم. اگر چند عالم هم نباشیم طالب علم هستیم، میگه خواب طالب علم یا عالم مثال حکم عبادت داره. برای همین شکر اما اگر یکان لحظه بیامیم خواب میکنیم. لیکن من همین بازی ها را نمیدونم، ولی در دست کودک ها میبینم که پبجی بازی میکنن. من وقتی پرسیدم که همین پبجیش چی است، این پبجیش هم بسیاری از آدم ها برادرای عزیز میگن خیلی که یک کس در مثال نوشیدن ارسیکالا علاقه به ارسیکالا نمیتونم، یعنی دل میبنده. انا حاضرم در همین بازی پبجی هم بسیاری آدم ها دل بستن بی نهایت دل بستن که حتی ساعت ها چند ساعت میگذرد. حتی میگه همین مادراشون میگه که دیگه خراک به یادشون نمیزنه. یعنی این بدی در چیه؟ بدی در اینه که دیگه شما نه درس خوانده میتونید، ببینید، نه دیگر یک بگیم در یکان کارک خواجگی مثال دست دراز کرده میتونید. یعنی هیچ از همه کارهای نیک شما محروم میشین. فقط همون چشم تلفن دو، همون ترخی که در درون میای، همین کشاکشی که در همین درون شما همین قطعی مشغولین. این حتی در ذهن کودکای ما هم بسیار زلال کلام دارن. من پرسیدم میگه پبجیش مقصد قد بازیه که به نام فری فایر، فورت نایت، همین دو بازی بوده است، فری فایر و فورت نایت. این دو بازی میگه، این دو تاش میگه صورت کعبه ماندگی های. اکو بگیم برای آنه که تو پریز بگیری، تو اچکا بگیری، اون خانه کعبه را زدن در کاره. اکو وقتی در ذهن تو زدن خانه کعبه شید، زدن قرآن شید، زدن مسجد شید، تو آینده میدانی که تو چی میشه. تو وقتی همون تیری را که اگر چند اصلی نیست و دستی او آدمی که کعبه را میزنه، اما مسد ابرهه چکا کرد؟ الان ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. همون بدبخت رفت خواست خانه کعبه را چپه کنه، الهی مهربان چکارش کرد؟ اگه دستی تو که هیچ وقت به این نمیرسه، لیکن ایازی تیارت کستن صورت مسجد هم میمونن، صورت کعبه را میمونن، قرآن هم میمونن، ولی از صورت دیگر را میکشن، یک موسیقی دیگر میگه این محمد ای، او را میزنی. دیگر آیسته آیسته برادری عزیز، دیگر مقصد تو از دینداری و ایمانداری میبروی میره. ولی در گرد پبجی گفتن همین چیزی که در فری فایر و در فورت نایت بوده است در پبجی نبوده. لیکن به هر حال شما اگر از همین چیزها خودداری کنین، دور باشین، برای که این بسیار ضررهای زیاد داره. ضررش زیاده، وقت ضایع میکنین، یگان منفعت نمیبرین.
لیکن یک برنامه دکتر زاکر گوش کردم، زاکر نایتا وقتی او را گوش کردم او کس حکم حرام را آوردش. اگر در همون برنامهش بدروید مقصد همین چیزا وقتی میپرسنش او حرامش میگه. خب استاد در کلیساها یک حوض می دک است، زن و مردا لباساشون میکشن به نوبت آوازی میکنن. این چی معنا دارد؟ آیا در دوره حضرت عیسی این گونه کار بود یا نه؟ این چیزا نبودن. اکینا به معنای چیه؟ به معنای که مثلا همین خیلی ما میریم در گرد کعبه طواف میکنیم و آیت قرآن داریم، ما حدیث های پیغمبر داریم که هر کسی طواف میکند، هر کسی زیارت میکند مثل فرزند از مادر به دنیا میاد، مثل همون میشود. اینا وقت داخل شدن همون به معنای شستن همون معصیت گناه شونه. ولی خیلی برادرای عزیز و گرامی، هر دین به زمان خودش. امروز دینی که پیش الله شناخته شده و پذیرفته است این دین اسلام است. خب وقتی که با پشت خواب میکنی دست رو در تای سر میمونی، میگن که اوبال است. این اوبال نیست. مثلا تای سرمون در دستمون میمونیم، سال به حضور خواب میکنیم. هر یک آدم چگونه ای که همون حالت خوابش برای او مثال براحت باشه چی بکنه، فقط با شکم خواب کردن پیامبرمون اجازت نمیده که شما با شکم خواب نکنید. استاد جون میگه شمس الدین ذهبی از شمس الدین تبریزی هر دو یک آدم نه. این شمس الدین ذهبی برادرای عزیز و گرامی این از دمشق ای سوریه ای. این شمس الدین ذهبی محدث ای، یک عالم کلان. ای شمس الدین تبریزی همین خواجه حافظ ای، این شاعر ای برادر عزیز. بین اینو خیلی فرق. ولی من نگاه کردم تولد شمس الدین ذهبی 1274 ای، تولد شمس الدین تبریزی بگیم یعنی تبریزیش که همین ایران ای خواجه حافظ 1185 ای. مقصد خواجه حافظ پیشتر از مقصد انا جناب ذهبی ای. وقتی که ذهبی آمد حالا این خواجه حافظ ای دنیا گذشتگی بود، این 1247 ای دنیا گذشته بود. برای مینا این تبریزی ای اونش دمشقی ای، ایش ای تبریز ایران ای، اوش از سوریه است ای شام. میگد که حاجی بابا چیکار کنیم که در چهره ها ما نور پیدا شود. ولی سوره فتح بینین آیت 29 الله میگه که سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. الله مهربان میگه اگر شما خواهید که در چهره هاتون نور پیدا شود سجده را بسیار کنید. برادرها و خواهرای عزیز سجده را بسیار کنید. شما از حلال های گفتگی استعمال کنید، از حرام ها خودتان نگه بدارید، نه بخورید، نه بپوشید، نه نگه کنید. قرآن بسیار بخوان. کسی شب نماز تهجد میخواند، حدیث پیامبر است که خدای مهربان اثر همون ببین اثر همون گویم نماز تهجد در چهرت میگذارد. یعنی آدم تهجد خانه ای چهرش میشناسن که همین آدم شب زنده داره. ولی این نور در چهره مردها هم هست، در چهره زنها هم هست که اگر 1000 خط خال کنی، 1000 کرم ای دبی میاری، ای پاکستان میاری، ای قبرستان میاری، هیچ وقت او با اون نوری که از قرآن میگیری، از آب طهارت میگیری، او را تو با این کرم، او را تو با این مقصد پودره و او را یا با یگان نمودهای صدها استاد در بالای اگر چهرت کار کند این نور را تو پیدا کنه میتونی. برای همین چهره هایی که وقتی میبینه نورانی هستند شما دانیم برادر از که خداوند در سوره فتح آیت 29 میگه که اینا از حساب سجده کردن هستند.
یعنی وقتی سجده میکنی الله مهربانه، وقتی میگوی سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی العظیم، ببین وقتی تو الله را تسبیح میگوی، ذکر میکنی، وقتی در تسبیح در دست شب مردم خوابه تو لا اله الا الله، لا اله الا الله، بین استغفر الله، استغفر الله، همه اینها الحمدلله رب العالمین، خدای مهربان در چهره تو انمون نور میگذاره. برای همین هر کسی که اگر خواهشش همینه که مقصد خداوند در چهره ما همین نور بیاره، خواه خواهرها و خواه مقصد برادرها، شما نمازهای شب بخونین، قرآن بسیار بخونین، ذکر کنین، انشاءالله از خدا امیده که همین نور در چهره هاتون پیدا میشه. بابا جان، زنها برای کودکدار نشدن از بعضی داروها یا چیزهای دیگر استفاده میبرند. آیا این درسته؟ اکورا علت چه دیدن در کار که برای چی پیشگیری میکنن؟ مثلا پیشگیری از کودک برای چی باشد؟ برای اگر به شرط ای ریسکش بترسیم که را ما چخیل میخورانم، اگر به شرط از اینها ترس داشته باشیم، این شکی اجازت نمیتن که پیشگیری نکنیم. ولی از مسئله بعضی ها از تربیه میترسن، بعضی ها از سلامتی خودشون میترسن که اگر همی کودک تولد شود، بعضی مادرها در بعضی نقصها و بعضی ضررهای جسمی میشیده است، در این صورت بعد درست میشه. استاد عزیز، در شبکه اینترنتی شنیدم که یک ملا میگفت که اگر خدا گویی گناهگار میشه. این درست است؟ نه درست نیست. اگر چنده که ما الله میگیم، ببینید ما الله میگیم، ولی الله هم میگیم، ولی خدا هم میگیم. برای همین در تعارف ما مردم یا در گوییم که مراجعتی که ما با الله میکنیم میگیم خداوندا، یعنی ما در همون خداوندا یا ای خدا، ما مقصد اونمو الله های، مقصد همه ما همون اللهی که مثل نداره، مانند نداره، مکان نداره، ما را در نیت من همو های. برای هر یک ملت دنیا همه الله نمیگه، خیتایی به خودش به همون لفظی خودش، ازبکش به لفظی خودش، مثال روسش مثال باک مثال باک میگن. برای او را نمیشد که مثال او الله بگن. هر کی به لفظ خودش به خداوند مراجعت که میکنه، انشاءالله قبول هیچ جای گناهگاری نداره. خب این بود برادرای عزیز و گرامی چندین سوال هایی که برای من این سال ارسال شده بود. خداوند بازم توفیقمون رفیق و ایمان هامون کامل نگه داره. آمین یا رب العالمین.